اما مسئله خود ما و بحث هایی که درباره خودمون میخوان بکنیم که گفتم این قسمت دوم و سوم حرفای منه. خب الحمدلله در انتخاباتی که انجام شد و تمام شد ما خیلی خوب شروع کردیم، رقابت خوبی شکل گرفت، مقدمات خوب انجام شد. یه رقابتی بود که 4 نفری که از نظر شورای نگهبان صالح تشخیص داده شده بودند و آمدن رقابت کردن، رقابت رو هم خوب انجام میدادند، به مردم امیدوار شدند به آزادی کامل در انتخابات و حضور بی سابقه‌ای واقعا از خودشون نشون دادند. و در این شرایط که همه چیز آماده یک افتخار بزرگ برای کشور ما بود که این افتخار رو ما باید به مردم بدیم، یعنی این حق مردمه، مردم بودن که خوب آمدند و رکورد حضور پای صندوق ها رو مردم شکستند و باید هممون از این مردم متشکر باشیم که در این زمانی که هیچ کشوری به این اندازه نصاب حضور مردم رو نداره آزادانه آمدن و در انتخابات شرکت کردند. این بسیار ارزشمند بود. ای کاش همون شرایط تا امروز ادامه میداد و امروز ما سربلندترین شرایط رو نتیجه انتخابات هم هرچی میخواست باشه در دنیا میتونستیم داشته باشیم، ولی اونجوری که میخواستیم نشد که حالا من عرض میکنم اساس مسئله این است که من گفتم ما چه میخواهیم. گفتم قسمت صبح دوم این است که بگم انقلاب چی میخواد. شما این حرفایی که از من میشنوید از کسی دارید میشنوید که از پیش به لحظه شروع مبارزات که امام راحلمون آغاز کردند لحظه لحظه همراه انقلاب بوده. مال صحبت از 60 سال پیشه و تا امروز ما میدونیم امام چی میخواستن و میدونیم اساس تفکر امام چی بود. امام حتی در مبارزاتشون وقتی که پیشنهادی می آمد که مثلا از اسلحه استفاده بشه، از ترور استفاده بشه، با فلان حزب همکاری بکنیم، امام میفرمودن اون که من میخوام مردمن. شما هر چی میتونید کار بکنید دل مردم رو با مبارزات آشنا بکنید. به ما طلبه ها میفرمودن شماها رسالتتون اینه، برید منبر، برید مسجدها، برید حسینیه ها، روستاها، توضیح بدید که ما چی میخواهیم. مردم اگر همراه ما باشند ما همه چیز داریم. مخالفتی نمی کردن که گروه ها، احزاب اینا هم مبارزه بکنن، ولی این رو اونی که انقلاب اسلامی بود همون راه پیغمبر بود که اول مردم رو با میل خودشون و اختیار خودشون و اعتقاد خودشون بیارن پای کار. این هنر بزرگ امام بود که موفق شدند. کمتر از 20 سال طول کشید که مردم اون چنان آگاه شدند. خب هزینه‌ای هم پرداختیم، شهید دادیم، زندانی دادیم، تبعید امام رو داشتیم و خیلی چیزا داشتیم، ولی سودمون خیلی بیشتر بود. مردم اون چنان آگاه شدند که شما اونایی که سنشون اقتضا میکنه میدونن که 1-2 سال آخر مردم چطور تو خیابون ها اومدن و همین خیابون های پر از نیروهای حامی امام و معتقد و همراه امام کمر دولت بسیار مغرور و متکبر رژیم پهلوی رو که اون موقع از ارتجاع و شرق و غرب کمک میگرفت، به خاطر گران شدن نفت هم انبار پورش پر بود، هر کار میخواست میتونست بکنه، ولی این مردم اومدن و اون چنان ابهت مردم اونها رو گرفت که ول کردن رفتن و اینجور پیروز شدیم. بعد از انقلابم ما با امام تقریبا روزانه کار میکردیم. امام مبنای فقهیشون همه چیزشون این بود که حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه. اگر مردم راضی نباشن اون حکومت انجام نمیشه. و یک روایتی من از زمان امام شنیدم، اون موقع نپرسیدم سندش کجاست، بعدم خودم رفتم سندش رو پیدا کردم.
روایت جالبیه که مبنای استدلال امام بود. البته خیلی بیش از ایناست، ایشون هم منابع قرآنی هم فقهی فراوان، ولی این روایت خیلی صریحه رو نقشی که امام به مردم میدادن. من اون روایت رو یادداشت کردم از کتاب کشف المحجم مال سید ابن طاووس که یکی از علمای بسیار با ارزش قرن هفتم ماست که شخصیت بسیار عظیمیه. این روایت رو گوش بدید خواهش میکنم. این مبنای تفکر، نه این که این فقط صریح ترینشه این روایت اینه که خود علی ابن ابی طالب میفرماید که یه روز پیغمبر در همون روزهایی که عرض کردم پیغمبر محموم بود و نگران آینده بود در سال آخر عمرش، او رو به علی ابن ابی طالب گفته یا ابن ابی طالب لک ولاء امتی، این بعد از غدیره، تو ولی این امت هستی، این ولایت مال توست، چیزیست که خدا داده به تو. بعد میفرماید فان ولوک، همه امت، فان ولوک فی عافیت و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم، اگر دیدی این مردم راضی بودند و آمدند تو رو قبول کردند و به شما این سمت رو دادند با اجماع نسبی، البته هیچ وقت اجماع تام نمیشه، یعنی به اندازه کافی لااقل اکثریتشون جمع شدن دور شما، اگر آمدن شما بپذیر و متولی امر شو و کاراشون اصلاح کن و ادامه بده. قسمت بعدیش میگه ان اختلفوا علیک، اگر دیدی اختلاف کردند و نیومدن اون مقداری که باید بیان با تو، و ان اختلفوا علیک فدعهم، ولشون کن، فدعهم و ما فیه، بگذارن کاری که میخوان بکنن خودشون میدونن. فدعهم و ما فیه و ان الله سیجعل لک مخرجا، و خداوند برای تو راهی پیدا میکند که به اهدافت برسی. این روایت از روایات معتبره، ناقلش هم به سند معتبری هم ارائه میکنی سید ابن طاووس. نه این که فقط ما این روایت رو داریم، خیلی داریم، کتاب داریم، کتاب‌ها داریم. یک روایت صریحی رو خوندم، مبنای این بوده، مبنای حکومت پیغمبر این بوده، ما تو جمهوری اسلامی بنا شد این کار رو بکنیم، بنا شد با هم با این مردم باشیم. این مردم هم خیلی خوب اومدن و بر اساس همین تفکر امام روزی که مهندس بازرگان رو به عنوان رئیس دولت موقت معرفی کردن، ما هنوز دولت رو تحویل نگرفته بودیم، هنوز بختیار اینجا بود، اون دولت داشت. امام اینقدر عجله داشتن که کارها رو به مردم بدیم. تو حکمی که به مهندس بازرگان دادن و من خوندم، شما ببینید همون روزشون میگه شما اولویتت این است که اولا دوره شورای انقلاب رو کوتاه کنی و زودتر مجلس رو تشکیل بدی، قانون اساسی رو بنویسید که از اون به بعد مردم با قانون اساسی جدید اسلامی زندگی بکنن. و وقتی که قانون اساسی رو تهیه می کردیم قبل از این که به مجلس خبرگان بدیم، امام روش نظر دادن و اون اصولی که مربوط به مردم می شد ایشون تقویت کردند. شوراها دیگران مطرح کرده بودن اما امام اونها رو تقویت کردند و کار رو به مردم دادن. بعدن ما وقتی که کشورهای دیگر رو میدیدیم اونا میگفتن ما تعجب میکنیم، الجزایر میگفت ما 20 سال بعد از انقلابمون قانون اساسی نوشتیم، شما چطور به این زودی نسنجیده میرید این کارها رو میکنید؟ ما گفتیم ما چون با قدرت مردم پیروز شدیم و میدانیم این مردم از انقلابشون از دینشون حمایت میکنن، نگرانی نداریم و درستم بود. شما هم میدونید که از لحاظ قانون اساسی همه چیز کشور ما به رأی مردمه، همه از رهبری بگیرید که باید مردم خبرگان رو انتخاب کنن، خبرگان رهبری رو، یعنی مخلوق رأی مردم. بیایید رئیس جمهور رو مردم باید مستقیم انتخاب بکنن، مجلس رو باید مردم مستقیم انتخاب بکنن، شوراها رو مردم باید مستقیم انتخاب بکنن و افرادی که بعد از اینها سمت میگیرن به اتکای رأی مردمه، یعنی این مردم هستن. این حکومت دینی است، این جمهوری اسلامی یک
لفظ تشریفاتی نیست، هم جمهوری است هم اسلامی. گفتم 3000 بار اسم قرار شد که شعار ندید که من زودتر تموم بکنم. خیلی متشکر. جمهوری اسلامی یک لفظ نیست، یک واقعیتی است که از عقاید ما، از قرآن ما، از روایت ما، از ائمه ما، از پیغمبر ما به ما رسیده. به ما اعتقاد داریم به این. باید این دوتا با هم باشه. مطمئن باشید اگر هر یک از این دوتا آسیب ببینه ما دیگه اون انقلاب رو نداریم. اگر اسلامی نباشه اصلا داریم به بیابان و بیراه میریم. اگر جمهوری نباشه اصلا قابل تحقق نیست. اونجایی که مردم نباشن، رأی مردم نباشه، اون حکومت اسلامی